اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یک شنبه. خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با اساتید پهنتونها، علما، بزرگان قوم و متنفذین ولایت ننگرهار دیدار کرد. شیخ عبدالحکیم حقانی قاضی القضات و رئیس استرم محکمه در جریان سفرش به ولایت ننگرهار با کارمندان قضایی و اداری محکمه مرافعه و محکمه ابتدایی شهری ولایت ننگرهار دیدار کرد. رئیس استرم محکمه در این دیدار بر توجه جدی در امر شفافیت و امور قضایی تاکید کرد و آنها را به وظایفشان متوجه نمودند. کمیته انتخاب شده برای ترویج افغانی در ولایت پکتیکا می گوید در حال حاضر داد و ستود بالای افغانی در این ولایت افزایش یافته و ارز خارجی متوقف شده است. برای بار نخست اداره ملی استاندارد به اندازه 67 واگن تیل بی‌کیفیت را در بندر حیرتان به ازبکستان مسترد کرد. دی افغانستان بانک به نهادهای مالی و بانکی جامعه جهانی اطمینان داده است. این بانک به قوانین و مقررات بین المللی متعهد بوده و بهتر از هر زمان آن را رعایت کرده است. مسئولین شاروالی کابل در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفتند سال گذشته 25 پروژه سرک سازی تطبیق شده که در مجموع 82 کیلومتر سرک اسفالت و قیرریزی شده است. همچنان افزودند طی یک سال گذشته 13 چهارراهی به صورت زیبا ساخته شده است. کارخانه تولید روغن نباتی باختر پس از یک دهه توقف فعالیتش را از سر گرفت. مسئولین محلی بلخ میگویند بازسازی این کارخانه نزدیک به 1.5 میلیون افغانی هزینه برداشته است. کارخانه باختر روزانه ظرفیت تولید 4 تا 6 تن روغن را دارد و حدود 60 تن نیز در آن مشغول کار می باشد.